بله دوستان، قسمت 3 از زیتون پرورده درست کردنش. زیتون پرورده زیتونی که بدون هسته هستش معمولا درست میشه. زیتونایی که خیلی پرورده‌اش سفت هستش و زیتون خیلی سفتی دارن، اون زیتوناش یعنی نمیگن زیتونش خوبه نمیگن زیتونش بده، ولی زیتونایی که خیلی شل هستن و دست میزنی سری له میشن اینا، یعنی زیتونش قدیمی، خیلی قدیمی. نه این زیتونایی توجه کرده باشید سفته، نکنید سفته، این خوبه زیتونش، بد نیست. باید زیتون اینجوری باشه، ولی در اصل بگیرید هم سفت باشه هم شل مانند، متوسط، نه زیاد سفت نه زیاد شل. روش رو قشنگ صاف میکنید به صورتی که قشنگ صاف یک نواخت میشه. نگاه کنید، صاف و یک نواخت. اضافهش خالی میکنید و یه دور دیگه صافش میکنید. بعد از اینکه صاف شد قشنگ کفگیری میده، اضافهش خوب شه. دستمال کاغذی برمیدارید به این صورت، داخلش که همین لباش میشه قشنگ تمیزش میکنید که از اضافی‌های نمونه که خوش بشه و اذیتتون کنه. این صورت دستمال سطح زباله میندازید، یه دستمال دیگه برمیدارید. حتما دستمال کاغذی باشه بهتره. دستمال‌های معمولی خودمون خیلی خوبن، نمیگم بده، ولی کثیف بشه شستنش درد سره. دستمال کاغذی هست همون کار انجام میده و بهتر نیست. در آخر دستم خودمون رو تمیز میکنیم. و این قسمت خالی کردن زیتون که زیتونی که درست کردیم توی یخچال گذاشتیم. حالا سری بعدی حتما فیلم بابت درست کردن زیتون پرورده براتون میذاریم، چجوری درست میشه، چجوری خورده میشه، چجوری به چه صورت به چه مزاج‌هایی میاد و به چه صورتی میشه خورد. هر صورتی میشه خورد، ولی هر صورتی مثلا هست میگم با چه دسرایی کنارش بشین که خوشم بشه. و تا فیلم بعدی خدا نگهدار.